خصوصیت بهترین بیولوژی زود مطابق‌شوی با شرایط تغییر‌یابنده بلندکوه خاص گوسفندان مهین پشم تاجیکی به حساب رفته، محض با همین خصوصیت بی‌بهای خود از دیگر همجنسانش فرق می‌کند. محصولنوکی خوبی پشمی نیز دارا میباشند که از این گوسفندان از میشویش به مقدار 4 کیلوگرم تا 4 کیلوگرم و از خوشخوارها تا اندازه 7-8 کیلوگرم پشم تراشیده میشود. پشم این گوسفندان سفید یکجنسه بوده، اساساً با صفت کموالی درجه 64 را تشکیل میدهند. گروه گوسفندان مهین پشم تاجیکی یک قطار خصوصیت‌های بیولوژی خوب دارند که خصوصاً با این گوسفندان تعلق دارد. یکمین تاب‌آوری این گوسفندان میباشد که با شرایط کوهستانی ما تاب‌آورند و در بلندی‌های تا 4-4.5 هزار متر از سطح بر و چرا برآورده شده با خراجات کمی خوراکی‌های چراگاهی و درجه بلندی وزن و فربهی میرسند. گوشت گوسفندان مهین پشم تاجیکی با خوش‌طعمی‌اش از گوشت ذات‌های دیگر گوسفندان به کلی فرق میکند. تصدیق کردن ذات مهین پشم تاجیکی البته برای رشد و رونق این نمود گوسفندان یک تکانی بزرگ می‌دهد. خصوصیت دیگری پرقیمت بیولوژی گوسفندان مهین پشم تاجیکی از آن عبارت است که بره‌ها در سن 6-7 ماهگی با خراجات کمی خوراک‌های چراگاهی به درجه معینی وزن و فربهی میرسند. خوجگی ما اساساً برای پروا و پرورش گوسفندان ذات مهین پشم تاجیکی روانه کرده شده است. با 1 اکتبر سال روان در خوجگی ما 4808 سر چهارم میده شاخدار موجود است که از این شماره 1450 سرش رو میشهای زویان، 150 سر قشقارهای نسلی و باقی مانده سرشمارهای همچون یاری رسان پرورش کرده می شوند. در برابر پشم گوسفندان مهین پشم تاجیکی محصول نوکی خوبی گوشتی نیز دارند. اگر از خصوصیت‌های ذاتی مهین پشم تاجیکی گپ زنیم، این ذات بسیار ذاتی خصوصیت‌های بیولوژی خوب دارد. هم از جهت محصولات نوکی، از جهت گوشت پهریزی می باشد. اینچنین محصولات پشمی خوب تراشیده می شود. در صورت معتدل فربه بودنشان 52-53% گوشتی صاف می دهند. جهت همچون ذات پیشنهاد نمودن گوسفندان مهین پشم تاجیکی از جانب عالمان انستیتوت چاره‌داری و چراگاهی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان کارهای علمی تحقیقاتی به طور وسیع برآمده شده است. از طرف من وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان گروه کاری تأسیس داده شده است و برای تصدیق نمودن این ذات آفریده شونده گروه کاری امروز در منطقه قرار دارد و از شرایط نگاه و بین و پرورش جهور این ذات و ذات گوسفند مهین پشم تاجیکی نظر کرده شد. گروه کاری تشکیل کرده شده با شرایط نگاه و بین پرورش و محصول نوکی این گوسفند بهای مثبت داده و برای پیشنهاد نمودن تصدیق ذات گوسفند مهین پشم خلاصه‌های خود را پیشنهاد می‌نماید. مقصد اساسی کارهای علمی عالمان انستیتوت چاره‌داری و چراگاهی اکادمی علم‌های کشاورزی حفظ و نگهداشت، تکمیل‌دهی، زیاد نمودن سرشمار، بلند برداشتن محصول نوکی توسط سلکسیا زیاد نمودن زیچی پشم درازی بوده، مقصد دارند که آن را همچون ذات پیشنهاد نمایند.